سلامونه دوستانو، سفر مو تر پروان پورې را رسېدلی دی. بیا هم سلامونه او نیکې هیلې په دې هیلې چې زموږ سفر مو تر دې ځایه پورې تعقیب کړي. د پروان ولایت ته راغلي یو. تاسې دوستان او هیوادوال وینئ. د دوی سره به خبرې کوو. زما نوم احمد خطاب ده. زه ولایت پروان ولسوالي سرخ پارسا دلته زما کور دی. ولسوالي سرخ پارسا. ښه ښه. تاسې دلته زیاتره څه شي کرئ؟ دلته زردالو ده، دلته توت ده، آلوبالو ده، شفتالو ده، ډېر میوه لري دلته. دا ولایت نه ده، ټول میوهګان لري، هر شی میلري دلته. بلکل. او دلته زیاتره خلک څه کاروبار لري؟ دهقانان دي، دهقاني کوي. ښه ښه. د هېواد د کوم ولایتو په باره کې معلومات لري یا دې لیدلي؟ زه شل ولایت لیدلو. شل ولایتونه؟ وا ډېره ده. تعلیم او تحصیل به دې کړی؟ هو تحصیل کړی دی. څومره؟ 12 کړی. 12 ښه. تشکر. حاجی صاحب عبدالستار، زندگی مردم شما بیشتر چطور بود؟ یعنی مالی چطور است؟ دیگه کمک بیکاری است دیگه. بیکاری است. بیکاری. اینجا مکتب و برای تعلیم و تحصیل الحمدلله هست؟ بله. به چی نام است مکتب؟ مکتب مدرسه است. مدرسه است. لیسه است. ولایت پروان خو انشاءالله پانتون هم داره. بیخی. خب اینجا جوانان چی کار داره؟ جوانان بعضی جوانان تحصیل میکنه، بعض جوانان کسب و کار و کمال و میره یک تعداد شخص در وطن است. خب به کدام ولایت رفتی؟ 4-5 ولایت گشتیم. خب کدام ولایت را دیدی؟ ولایت های سمت خوست و پکتیا او طرف رفتیم، لوگر رفتیم، مازور رفتیم، میمنه رفتیم. همین ولایت ها را دیدیم. کدام ولایت خوش داری؟ والا کلش خوبش است. خب کلش. شما گفتی که خوست رفتی. خوست پشتو را یاد نگرفتی؟ پشتو نه پشتو تشکر. چطور هستی؟ شکر است. خوب است؟ زندگی خوب میگذره؟ شکر است. اینجا چی کشت میشه؟ مثل گندم و دیگه چیزا؟ اینجا که از گندم چیزا خریده میشه. گندم که از یک ذره کمتر است، به خاطر که اینجا هوا سرد است. یک فصل است، 2 فصل نمیکنه. از همون خاطر بازی را مردم زیادتر میوه چی میکنن؟ کشت میکنن. خصوصا در شیخ علی که است سیب داره. بهترین سیب تقریبا در افغانستان سیبش اول است. دیگه اینجا یک داره بنام داره هندوستان میگه زردالو داره. و اینجا زردالوش هر داره مقصد یک میوه خاص داره. مثلا این پایان ما گرمکشمه میگن، دیگه گرمکشمه انگور داره.
بسیار انگوری بالاست دیگه. از قبیل گندم جو چیزا مردم میکاره اما اون قدر چیز نیست به خاطر که زحمتش بسیار زیاد است. محصولات ولایت پروان به دیگه کشورها هم میرن؟ یعنی غولینگ از کشورهای این میره دیگه، امی سیب از پاکستان میره دیگه کشورها میره. خود شما چی کاروبار دارید؟ من خودم رئیس شرکت ترانسپورتی در سرخ غربند هستم. مرکزیت ولایت بلخ است دیگه. برای یک تفریح و سیاحت دلیل غربند آمدیم. بسیار ارتباط و ربط و آمد به کدام ولایت داره پروان مردمشان؟ مردمش اصلا مسیر چیش در چی هست دیگه جافتر، یعنی خصوصا که ما کس از ولسوالی سخنپارسا در سرخ هستیم. مردم جافتر در مردم سمت شمال نیست. ببخشید، مطلب من نیست که شما در درود به کدام ولایت ها دارید؟ مثلا چیزای ضرورت از کدام جای میارید؟ از مرکز میاریم، کابل. از کابل میارید. نزدیکترین ولایت به شما به این ولسوالی کیست؟ نزدیکترین ولایت بامیان است. اما از اینکه بامیان غیری که کچالو داره دیگه از اون چیز تمام کنم چی نمیشه. دیگه چیز نداره. دیگه چیز نداره. بسیار چیزا از کابل میاد. اکثر چیزا غیر آرد که از مزار شریف از بلخ میاد دیگه، از قبل برنج و روغن چیزا خودش هست. تشکر. زنده باش. قدرمن دوستانو بیا هم را سره اوسئ او دا سفر کوم ان شاء الله. شکریہ.